وقت مادر بزرگ دیگه خونه نداره، توی سفرش حتی دیگه یه لقمه نون نداره. از وقتی اجاره نشین شده مهمون نداره، آب و برق و گازش قطعه چون پولاشو نداده. مخمل خان که مریضه سکته کرده بیچاره، چون دورایش تو بورس رفت بدبخت هیچی نداره. گل باقای خانم که قصد جدایی داره، آخه آقا هنایی یه ساله که بیکاره. نوک تلافی زده تو این استا تبلیغ میذاره، نوک سیابا 2 لیسانس تو اسنپ سر کاره. هاپوکومر برگشتیم توی جیواش دلاره، محاله که پاشو اصلا دیگه ایران بذاره. اما صاحب خونشون با اونا خیلی فرق داره، میگن که 100 تا خونه غیر از این خونه داره. 70 سالشه ما انگار 30 سال سن داره، میگن ژن بچه باش خیلی با ما فرق داره. جای خودروی میلیون بنز و پورش سواره، فرق ایشون ریال اما درآمدش دلاره. ایشون اسم بچه هاشو آقازاده میذاره، آقازاده PhD میگیره دیپلم نداره. مخمل خان که مریضه سکته کرده بیچاره، چون دارایش تو بورس رفت بدبخت هیچی نداره. گل باقالی خانوم که قصد جدایی داره، آخه آقا هنایی یه ساله که بیکاره. حسن جان جان قربان چه کردی با ما؟